پسر مای دست دادم به امر خدای بزرگ. خودت میگفتی که چند قشر یک فرزندت دو بیمون؟ سال میشود که در همین وضعیت چرا نری وحدت برادرها خواهش میکنم از شما خواهش دارم که یک دستگیری یک خدمت کنم برای پسرم که یک شاید دست دادم ایش سری دست کنم و بعد صبرم انشالله رحمان با خلق خدمت. برادرای عزیز حجامه بی پول قاعده قربانه اینا برادران ای فیتا بوچکا یعنی کیدروی بوچکا حجامه پروفесіональний масаж کیدروی بوچکا همه همچی برادرای عزیز برای شما بی پولای مرحمت اینا زنگ بزنه آدرسو در روی اکران ما در خدمت شما هستیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادرای عزیز امیدوارم که خوب هستین صحت سلامت هستین. برادرای عزیز ماه شریف رمضان قد همتون تبریک میکنیم. خداوند مهربان سربلند و خانه آباد باشین. خداوند مهربان درد سر پدر و مادرتون نبینین. برادرای عزیز خواهش از یکایک شما میکنم همین نوار ما را لایک مونین و کامنتاری های خوب بنویسونین. همین برادرمون در یک مشکلی دوچار شدگی است یک کمی سخن میکنه گپ میزنه. برادرای عزیز خواهش میکنم باز هم خوب گوشش کنیم برادرای عزیز که همین برادر به حد سیتواتیای وزمین در قرار دارد. سلام علیکم. سلام علیکم برادران عزیز اپا و خواهران. همه شما رو با مناسبت ماه شریف رمضان تبریک میکنم. همه شما خواهش میکنم من یک پسر دارم در شهر ریزان در بانیسا سستیانش وزبینه سرش پیراسه کنده کار سرش در آب داره. همه یکی شما خواهش میکنم یاردم کنه دستگیری کنه. من دو پسر داشتم یک پسر ما دست دادم به امر خدای بزرگ. یک پسر دیگه دارم میخوام تنش سیاه باشه در برم باشه. همه شما خواهش میکنم التماس میکنم 300,000 در کره التماس یاردم کنه. برادرای عزیز برادری که دیدینش برادر ما یک بار نوارش در کانال اکای بابا جان برام عبد الله برکت شده 80,000 جمع شدگی الحمدلله. همین 100,000 دیگه چیه برادرای عزیز یک دستگیریش کنین در این ماه مبارک همین یک 100 روبلی 200 روبل قطعی انشالله با هم خدا کار همین برادر بود میشود. برادر بعد خودت میگفتی که چند قشر یک فرزندت بیمون است؟ 2 سال میشه نم همه بانیسا بردیمشون. چی کسله؟ سرش کیسته داره همون کیسته را کپل موندن کیسته سرش اوج کیسته و کفید همون کیسته سر پری آور. خیلی زبونش سیاه بوده چیز بوده ما دیده بودمش. اما برادر عزیز با ما میمونم نوارم میمونم خودش از کجا اومدی هازی؟ از شهر ریزان. از همونجا اومدی برادرای عزیز حاضر انشالله که با میروه همونجا ما میگمش چی خیر نوار میکنه خوب نوار میکنی رایی میکنی وطن از بیشی از شهر وحدت. شروع نری وحدت برادرها خواهش میکنم از شما همین یک برادر از خیلی الحمدلله در این ورم در این سیتواتیایی که حاضر هم برادر غلطی ده لوبای کس در راست خودش یک دشمن داره هیچ کس نمیفوره که بلوی اکرام ببرای او بگه که مقصد مرا یاردم کنین دستگیری کنین بخشش دادن با قلبی که بعضت میگن میطلبین کو با همون خاطر هیچ کس پروستا تک نمیبره بگه که مرا یاردم کنین دستگیری کنین. برای همقدر شروع نری وحدت خواهش میکنم از شما یک 500 روبلی اگر که شما پردین باور کنین کار این برادر دیگه پاکیزه بود میشه. الحمدلله که هست اینجا برادرایی که سهمک خودشون هم میگذرونن بسیار برادرای خیرخواه. خواهش میکنم همین یک دستگیری کنین. این برادر یک درخ نمونه ده برادر عزیز بسیار زور شما اگر اون گپ دیگه گفتن داریم. همه خواهش دارم که یک دستگیری یک خدمت کنم برای پسرم که یک شاید دست دادم ایش سری دست کنم و بعد صبرم انشالله رحمان با خلق خدمت میکنم. همتون خواهش میکنم یک یوریم کنه دستگیری کنه در این ماه مبارک التماس همتون خواهش میکنم. برادر عزیز الله مهربان نگهبانتون باشه. خداوند در امر جانتون برکت ده. خواهش از شما میکنم برادر عزیز در این ماه مبارک در حق برادر دعا کنیم کامنتاریات های خوب بنویسونیم. برادر عزیز سبحان الله با میگونده برادر عزیز خیلی یک کس زورش میوید در این سیتواتیا میوید و زوره و مولا میکنه که دستگیری کنین یاردم که زورش نوید هیچ برادر عزیز.
الان که برادرها یک بار دیگه خواهش میکنم که برادرها بینوانند. سلام علیکم اول همگره، سلام علیکم برادران عزیز، مادران عزیز، افا خواران ما شهر رمضان براک شود. هیچ خیلی که میبینی هر تفلک مای دست استرینی وزبینه باید سر شهر کلاس کلان درکوز در ابلغ 300,000 همه شما التماس میکنم خواهش میکنم به طرف نباشه، یاردم خودتون رسونه. طولی 2 سال میشود که در این وضعیت های در این سسترینی های خیلی که میبینی نفس کشیش هم آخریش همش و ضربی همیش لنگه 24 ساعت همین نفس کشد لیلهان شای. همتون خواهش میکنم التماس میکنم به طرف نباشه، التماس همتون خواهش میکنم گپ قبیح نزنید. یگون گپی دروغ نیست، یگون شیطانگری، یگون فند و فریبی نیست. شهر دیزان بانسه 11 سیمتش این نمره تلفنم 982 709 26 همتون خواهش میکنم التماس میکنم به طرف نباشه، یاردم خودتون رو رسونه. دهیم وای شهر رمضان، دهیم وای مبارک و همین تفلک من یاردم کنید، دستگیری کنید انشالله و رحمون. هم پسرکم که با پوک خدمت انشالله خدمت رو میرسونم به مردم، به خلق توجیک خدمت، به خلق مسلمان خدمت. ما 2 پسر داشتیم، یک پسرم سال گذشته دینو گذشت، یک پسر دیگه هم مونده. همه جون کنیوم، همه دوام همش به خاطر همین پسر مای. التماس همتون میکنم خواهش میکنم یاردم خودتون رو رسونید. التماس همتون برادران عزیز، مادران عزیز. هیچ خیلی که میبینه اینا پسری ما هست، اگه فند و فریب نیست. التماس همتون میکنم به طرف نباشه، یاردم خودتون رو رسونه. التماس میکنم برادران عزیز، مادران عزیز. خواهش میکنم به طرف نباشه، یاردم خودتون رو رسونه. التماس همتون میکنم.